سلام بینندگان برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی. دیروز تصادفاً در شهر پراگا با معلمه زبان انگلیسی هم در شهر دوشنبه کوری وینس واخوردم. خانم وینس پس از 3 سال اقامت از تاجیکستان برگشت و همکنون به زادگاهش ایالات کالیفرنیای آمریکا برخواهد گشت. ما خانم کوری وینس را به استودیوی رادیو آزادی در پراگا دعوت کردیم. کوری، در مدت 3 سال شما در تاجیکستان با چی مشغول بوده؟ در تاجیکستان معلم زبان انگلیسی بودم. اولا به ژورنالیستان مثل شما درس می دادم. همچنین به معلمان محلی زبان انگلیسی در بهبود کارشان و استفاده اسلوب نوی تعلیم کمک می کردم. شما بجز از تاجیکستان تجربه کار در گرجستان و چندی از کشورهای دیگر را نیز داشتید. تاجیکستان از این کشورها چی فرق داشت؟ به فکر من در هر جایی که می روید با آدمان نو آشنا می شوید و مکان نو خود از خود توجه کس را به خود جلب می کند. در تاجیکستان مردم خیلی دوستانه صحبت می کنند، مهمان نواز هستند. همیشه سبب پیدا می شد که با آشناهایم شوخی و خرسندی کنیم. وقتم خیلی خوب گذشت در تاجیکستان. خاطرات خاصی نیز از تاجیکستان داره؟ From Tajikistan? I was able to travel many places in Tajikistan. خاطرات خاصم از صحبت در خانه‌های آنها، از چای‌نوشی و تناول غذا با آنها و هم قصه هایی است که با هم می‌کردیم. تشکر از کوری وینس برای صحبت که 3 سال عمرش را برای تدریس زبان انگلیسی در تاجیکستان سپری کرده است.